تا آغاز سال خونشی نو روزهای به شمار باقی مانده است. مسئولین شعبه معارف و مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و اساسی شهر حصار از تمام امکانات‌ها استفاده برده کوشش به خرج داده ایستادند که برای قبول خوانندگان در سیمخانه‌های زیبا و برهوا و مجهز با تمام عیانیت‌های تعلیمی آماده باشند. در تمام مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و اساسی کارهای تعمیر و از نوسازی خوب جریان دارد. در سال خونشی 2017-2018 مؤسسه ما با پروژه آماده است. چقدر که شما شاهد گشتین همه سیمخانه‌ها با پروژه از تعمیر جوری برآورده شدند و خوانندگان را در سال خونشی 2017-2018 قبول کردند و آماده اند. تعمیر از بیشتر حساب خود پدر و مادران یعنی اساس والدین خوانندگان به عمل آمد و تعمیر به پروژه به آخر رسانده. در سال خونشی 2017-2018 امسال مؤسسه قریب 200 نفر خوانندگان را به صنف یک قبول کردند. در شهر حصار 140 مؤسسه تعلیمی فعالیت دارد. در مجموع امسال زیاده از 60,000 نفر خوانندگان به تحصیل فرا گرفته میشوند. با گفته مسئولین تا مهلت مقرر گردیده در همه مؤسسه‌های تعلیمی تعمیر و تجهیز دادن سیمخانه‌ها به انجام میرسد. در پیشبرد کارهای تعمیر و تجهیز دادن مؤسسه‌ها و تأسیس سیمخانه‌های علاوگی پدر و مادران و صاحبکاران محلی نیز سهم می‌گذارند. در تمام مؤسسه‌های تحصیلاتی شهر با فعالیت پرره برای تعمیر نمودن مؤسسه ها برای قبول خوانندگان در سال تحصیلی 2017-2018 و آمادگی گرفته ایستاده. عین زمان ما موافق از مشاهده هایی که امروز زیر نظارت شعبه معارف شهر حصار قرار دارد معلوم گردید که قریب در تمام مؤسسه‌های تحصیلاتی نزدیکی 75-80% قسم تعمیر شوی مؤسسه ها از تعمیر برآورده شده و قسم داخلی سیمخانه را میتوانیم با باوری کامل گوییم که آمادگی به قبول خواننده ها بوده. فقط قسم بیرونی مؤسسه های تحصیلاتی کمی تعمیر طلب ماندگان. ما هم کوشش میکنیم موافق به نقشه گرفته شده که زیر نظارت ما به پروژه قرار دارد. ما میتوانیم تا 15 ماه اوگوست سال جاری مؤسسه تحصیلاتی شهر حصار را به پروژه برای قبول خواننده ها و آمادگی گیریم. تامین شرایط ارزنده برای تعلیم و تربیت و تحصیل نسل نورست از دستور هدایت‌های پرزیدنت کشور است که ضمن برآمدهایشان پیوسته مسئولین ساحه را وظیفه‌دار می‌گرداند. این دستور سرمشق فعالیت رهبریت شعبه معارف شهر حصار گشته است و مسئولین برای مهیا نمودن امکانات‌های زمانه‌ای تعلیم و تربیت کوشش به خرج می‌دهند.